سلام بچه ها، من علی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی ماینکرافت که ببینید بچه ها همه چیش تغییر داره. ببینید اسبش تغییر داره، صدای پای اسب میاد و ببینید گاوش هم تغییر داره، شاخ داره، شیر داره، خرس داره، کوسه داره، اینا داره. انگار واقعا اومده دنیای ماینکرافت، خیلی باحاله. حالا آخر فیلم بهتون میگم چجوری بتونید برید اونو دانلود کنید. ببخشید بچه اینجا من سر کارم سر صدا هست و همینطور بریم سر بازی. لیتس گو. خب نگاه کنید، ببین مپ های خیلی جالبی داره، چند تا مپ داره. توی پارت بعدی هم یه مپ دیگه شو بهتون نشون میدم. حالا اومدیم اینجا، ببین بالای خونه هوایی هست که خونه هوایی خیلی باله. وای گل، البته این پرواز نمیکنه، جون داره، ولی انگار واقعا اومده تو دنیای واقعیت. الان من برم بخوابم که کم کم داره شب میشه و همه چی میاد بیرون، میزنه میچسبیم کف زمین. همین تو آره دیگه، چوب موبم کندم، قشنگ بازی میکنیم. نمیتونم بخوابم یا میتونم؟ این تخته علکیه جان. بتونم بپرم روش این ور اون ور کنم، یعنی نه علکی نیست. چون پلاش خیلی سخته، یه دفعه دیدی افتادی زمین چکولقت شدی. پلاش واقعا تونه که ماینکرافت ها نمیشه درست کرد. راستی اینجا چجوری نور است؟ نمیدونم اینجا چجوری نور است. آتیشه چیه؟ اصلا نوری من اینجا نمیبینم. نور کو؟ آره دیگه بچه ها، فقط من این چند قدم بزنیم و آخرم بهتون معرفی میکنم این اسم بازیش چیه. ببینید چند تا بازی هم هست. هلیکوپتر ماینکرافتی، البته نمیتونید دانلود کنید چون بازیش خیلی قدیمی شده. منم خیلی سعی کردم و دانلود کنم، ولی یه جایی پیدا کردم که واقعا باور نکردنی. حالا یه خیلی دیر بشه بهتون میگم چجوری اشغال ماشین موتور ماینکرافت. همین صبح برم پایین چوب بکنم، منم برم بالا تیکه پارم. بابا اینجا باور نکردنی نور کنن. شبیه خدا صدای سرشن میاد. صدای چا؟ خب بابا الان من چی کار کنم؟ صبح نمیشه که. آهسته یه ذره صفحش میشه بعد درست میشه. این بیرون دعوای خرس و گرد دارن دعوا میکنن. بابا تیکه
بچه ها این ویدیو رو دیدید دیگه. بچه ها کانال من رو دنبال کنید و لایک هم کنید. اسم این بازیه رو میتونید توی مارکت دانلود کنید، اسمش همینه، مینی کراف. بچه ها کانال من رو دنبال کنید، لایک هم کنید. خداحافظ.